آه که اگر بدانم این آخرین بار است که میبینمت، فقط یک چیز میگفتم: دوستت دارم، بی آنکه ابلهانه بپندارم که تو خود میدانی. همیشه یک فردایی هست و زندگی برای بهترین کارها فرصتی به ما میدهد. اما اگر اشتباه کنم و امروز همان چیزی باشد که از عمر برای ما مانده، فقط میخواهم به تو یک چیز بگویم: دوستت دارم، تا هیچگاه از یاد نبری. فردا برای هیچ کس تضمین نشده، پیر یا جوان. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را میبینی که دوستشان داری. پس زمان از کف مده، عمل کن همین امروز. شاید فردا هیچ وقت نیاید و تو بیشک تأسف روزی را خواهی خورد که فرصت داشتی برای یک لبخند، یک آهو.